عجیبترین و غیر قابل باورترین چیزهایی که در خانه ها پیدا شدند. شاید هیچ وقت فکرش را هم نکنید در خانه‌ای که تازه به آن رفته اید و یا سالهاست در آن زندگی می کنید اسکلت انسان، ده‌ها مار، مقدار زیادی پول و یا تابلوی اصل یک نقاش بزرگ را پیدا کنید. در این ویدیو عجیبترین چیزهایی که در خانه ها کشف شدند را با هم می بینیم. پیش از تماشای ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب و سپس زنگوله بزنید تا ویدیوهای دیگر ما را از دست ندهید. 9. خانه‌ای در تصرف مارها. سپتامبر 2009 زن و شوهری خانه رویاییشان را در روسبورگ آمریکا خریدند. آنها بابت این خانه ویلایی و 5 خوابه حدود $100,000 پول دادند. هرچند که این زن و شوهر می‌دانستند که ساختمان دنج روستایی آنها توسط مردم محلی خانه مار لقب گرفته، اما با توجه به توضیحات نماینده املاک تصور می‌کردند این افسانه است و نمی‌دانستند خانه آنها دقیقاً روی لانه مارها قرار دارد. آنها به این خانه نقل مکان کردند. در ابتدا همه چیز معمولی به نظر می رسید تا اینکه متوجه شدند مارها در همه جای این خانه هستند، زیر خانه، حیاط و دیوارها. این زن و شوهر تصمیم گرفتند با گذاشتن تله مارهایی که به نظرشان نباید تعداد بالایی هم داشته باشند به دام بیاندازند. اما مشکل آنجا بود که آنها فقط در یک روز 43 مار گرفتند. بدون شک این زوج در جنگ با این مارهای غیر سمی شکست می‌خوردند. اما راز پشت پرده مارهای این خانه چه بود؟ یک زیستشناس در این باره گفته که احتمالاً ساختمان روی تخته‌ای ساخته شده که مارها را به سمت آن کشانده تا زمستان را آنجا سپری کنند. در نهایت این زوج 3 ماه پس از خرید خانه آن را رها می کنند. 8. کشف یک جسد در خانه جدید. فوریه سال 2017 مردی یک خانه را در نیویورک از طریق حراج اینترنتی به قیمت $200,000 خرید. خانه 8 خوابه حسابی او را فریفته بود و او فقط به دیدن عکس‌های آن در سایت اکتفا کرد. چیزی نگذشت که این مرد یک جسد منجمد را داخل این ویلای بزرگ کشف کرد و متوجه وجود کبودی روی صورت آن شد. قانون نتوانست مشخص کند که این جسد چه مدت آنجا بوده یا متعلق به کیست. پلیس اما اعلام کرد در سال 2015 این خانه تحت دستور تخلیه اجباری بوده است، چرا که به این ساختمان به شکل غیرقانونی یک واحد اضافه شده بود. از فاصله سال 2015 تا 2017 که این خانه به فروش برود هیچ کس در آن زندگی نمی کرده، اما همسایه ها گزارش دادند که افراد بی خانمان به آن تردد می کردند. آنها همچنین شاهد مصرف مواد مخدر در آنجا بودند. دلیل اینکه همسایه ها هیچ وقت به خاطر رفت آمدهای مشکوک به این خانه به پلیس زنگ نزدند این بوده که افراد بی خانمان هیچ مزاحمتی برایشان ایجاد نمی کردند. 7. کشف مومیایی زیر سقف شیروانی. چندی پیش الکساندر کتلر در آلمان داستان متفاوتی از افسانه‌های اتاق‌های زیر شیروانی را رقم می‌زند. او در زیر شیروانی خانه مادر بزرگش یک مومیایی پیدا می‌کند. ماجرا از این قرار بوده که پدر بزرگ این پسر این مومیایی را به عنوان سوغات سفرش به شمال آفریقا در دهه 1950 به خانه می‌آورد و آن را پنهان می‌کند. سوالی که وجود دارد این است که آیا این مومیایی واقعا از شمال آفریقا آمده؟ وجود یک ماسک مرگ و یک کنف که مصریان باستان نیز از آنها برای مومیایی استفاده می‌کردند واقعی بودن این مومیایی را پررنگ‌تر می‌کند. این مومیایی به بیمارستانی در آلمان منتقل شد تا آزمایش‌ها و تحقیقات لازم درباره آن انجام بگیرد. شاید هم هیچ مومیایی در کار نبوده و آن فقط جسد یک آدم بوده باشد. 6. اتاق اسلحه و مهمات. در 8 اکتبر 2015 مردی از کشف یک اتاق پر رمز و راز در خانه جدیدش خبر داد. صاحب قبلی این ویلا را پر از وسایل غیر کاربردی و به درد نخور کرده بود که باعث شد این مرد مجبور شود تعمیرات و تغییراتی جدی در آن انجام دهد. همین مسئله باعث شد که وقتی به طبقه بالا میرفت نظرش به یک ورق تخته سلایه جلب شود. او تصمیم گرفت آن را وارسی کند. در نهایت به یک در رسید که در ورودی اتاق مخفی بود. در آن اتاق تعداد زیادی اسلحه خالی، صندوق مهمات، زره‌پوشی پر از کلت و گاف صندوقی عجیب وجود داشت. 5. پیدا کردن پول زیاد در اولین خانه. چند سال پیش فرین اولین قرارداد خانه‌اش را بست. پس از ثبت قرارداد او به دیدن خانه جدیدش رفت و شروع به بررسی همه اتاقهای آن کرد.
او به گاراژ خانه رفت و وجود چیزی شبیه به سقفی کاذب بالای گاراژ نظرش را به خود جلب کرد. او که در ابتدا تصور می‌کرد این می‌تواند جای مناسبی برای بازی بچه‌هایش باشد، با نردبان به آن سرک کشید و ناگهان یک جعبه مهمات در آن پیدا کرد. به نظر می‌رسید این مهمات مستقیما از جنگ جهانی دوم بیرون آمده بودند. اما فقط همین نبود و او 7 جعبه دیگر هم پیدا کرد. فرین به همسرش زنگ زد و خبر از وجود مهمات در خانه داد. اما وقتی در صندوقچه‌ها را باز کرد، $45,000 پول نقد رول شده در آنها یافت. او ابتدا فکر کرد که میتواند با این پول کارهای مهمی انجام دهد، مثل تعمیر ماشین، پرداخت قبض‌ها و حتی به دنیا آوردن یک کودک دیگر. اما منصرف شد و به یاد صاحب سابق خانه که فوت کرده بود افتاد. او در نهایت تمام پول را به پسران او بازگرداند. 4. پیدا شدن نقاشی بدون امضای ون گوگ. سال 2013 یک مرد نروژی نقاشی بدون امضایی از ون گوگ را در اتاق زیر شیروانیش پیدا کرد. این اثر تصویری از یک منظره بود که تاکنون کسی آن را ندیده بود. پیش از این مرد افراد زیادی فکر می‌کردند این نقاشی جعلی است و به همین دلیل توجهی به آن نمی‌کردند. در ابتدا صاحبان این تابلو با موزه ون گوگ در آمستردام تماس گرفتند تا نظر آنها را بدانند و کارشناسان اعلام کردند این اثری جعلی است چرا که امضا ندارد. اما با پیشرفت فناوری و پس از 2 سال تجزیه و تحلیل شیمیایی به کارگیری اشعه ایکس و بررسی نامه‌هایی که وینست ون گوگ به برادرش تئو برای توصیف این نقاشی نوشته بود، این تابلو اصل و شاهکار شناخته شد. اثر کشف شده از ون گوگ امروز با عنوان غروب آفتاب در مونت ماژور شناخته می شود. کارشناسان می گویند احتمالاً این نقاش اثرش را دوست نداشته و در نتیجه آن را امضا نکرده است. 3. پیدا کردن یک جمجمه تاریخی. هلن بعد از 20 سال که شروع به ترمیم کردن پایه و اساس خانه قدیمی خودش کرد، یک جمجمه کشف کرد. محققان اعلام کردند که این جمجمه مربوط به مردی است که حدود سالهای 1840 در این منطقه دفن شده است. در واقع به نظر می رسید که سالها پیش این منطقه گورستانی بوده که بعدها به فروش رفته بود. هلن پس از این کشف مجبور شد بیش از 15 ماه تلاش کند تا با وجود قوانینی که مانع از ایجاد اختلال در محل دفن شده اند خانه‌اش را داشته باشد. 2. کشف زنبورهای عسل پشت دیوارهای خانه. وقتی دبی هیل در کلرادو آمریکا خانه جدیدش را خرید، حواسش نبود که پیش از بستن قرارداد دیوارهای خانه را به خوبی وارسی کند. پس از اینکه او به آنجا نقل مکان کرد، متوجه مایعی قهوه‌ای شد که از لبه دیوارها بیرون زده بودند. این مواد ابتدا به نظر شبیه به خون بودند، اما وقتی به آنها دست زد متوجه چسبندگی، بو و طعم آنها شد. دبی فوراً با تعمیرکار خانه تماس گرفت. تعمیرکار با بررسی دیوار متوجه حضور 50 تا 60 هزار زنبور عسل پشت دیوار شد. آنها آن پشت عسل تولید می‌کردند و در گرمای تابستان عسل‌ها آب می‌شدند و روی زمین می‌ریختند. به نظر می‌رسید تمیز کردن دیوارها غیر ممکن باشد و احتمالاً مورچه و موش‌های زیادی نیز به همین دلیل باید در این خانه وجود داشته باشند. 1. پیدا کردن یک کتاب مقدس بسیار کهنه. مردی که در انگلستان به خانه جدیدی نقل مکان کرده بود، در زیر شیروانی آن یک کتاب مقدس متعلق به قرن 18 میلادی را کشف کرد. اما شاید شگفت‌انگیزتر آن بود که در پشت این کتاب تاریخ نویسی‌هایی از صاحبان اولیه‌اش دیده می‌شد. قدمت کلیسای روستایی که این ساختمان در آن قرار داشت به قرن 12 برمیگشت. آیا شما هم از این موارد عجیب در خانه‌هایتان کشف کرده اید؟ در قسمت کامنت ها منتظر نظرات شما هستیم. اگر این ویدیو را دوست داشتید آن را لایک کنید و به دیگران پیشنهاد کنید.